راستی پیش از این ما رو مادر به لاگر فراغتی شهر قایرقوم روان کرده بودند با دستگیری یکی از همسایگانمون. یک مدت اونجا ما استراحت کردیم. خیال کردم که همین گونه است. کودک بودم، چی میدونم که ما از مادر طول یک هفته طول 7-8 سال جدا میشم. من یک هفته این بود که ما از دوشنبه تا روز جمعه تحصیل میکردیم. روز جمعه بعد از ظهر شنبه یک شنبه به خونه به نزد مادر میرفتیم. آخه خورد بودیم، ما میخواستیم استراحت کنیم، خواب کنیم. برای من یک باره اینقدر جایهای کلونش ششتم، خیم بود، عشق میریختم، گیره میکردم. جایهایی بود که امید زد مرا. روزهای سه شنبه و پنج شنبه و شنبه انمون مربیه روزهای کوریش بود شبانه. انمی روزها برای من دهشت بود. دوشنبه اومدن برای من قیم بود. روز سه شنبه انمون استاد اومدنش و نوبداریش برای من قیم بود. هنگامی که به تالار میبر اومدن باید که من با پشت همون مهمونان میگذاشتم، چون که من در تالار شتگی بودم. با همون مبند پیش همون قدر مهمونان میگذارم. این رفتاری ناحرمتی نسبتی مهمونان بوده. همون لحظه به نزد ماموریت اومدن که من در قفای تالار بودم. علاقه خیلی کمی سخن گفتن، گوشم رو کشیدن. نوبت تمام گفتن بار اول است، باور میکنه بار اول است. به تالار بر اومدم، میکروفون رو گرفتم، موزیک علاقه سر شد. من پیش از این آمادگی میدیدم موسیقی چگونه سر میشود، باید من کی سر رویم. من صنعتکار نبودم، من با کروژاکو نمیرفتم. خواندم، به همگان خوش آمد، همه تالار از جا خیست. اول فقط رسم من در دخان ها نبوده، فقط تنبال بود. با کدام خاطر من سحرها از خواب دیر میخستم. میخستم که علاقه خوراک نصف روزه است. میخستم که علاقه قریب که خوراکی شام است. این حالت ها رو مرا چوب میکردم. میخواهم و خواهش دارم که عزیزان ما، بزرگان ما، این ҳукуматдорону сарватмандони ما، خواهش میکنم یک لحظه بعد از ختم مکتب روزهای 25 مای هرچند که زنگ آخرانو نباشه، رفته با خواهش خود بعض همون کودکانی بالای و قدمن بگذار بالای و قدمن هم باشن، دو خونم باشن، آنها رو دستگیری کنن، به مکتب‌ها برن، داخل کنن، اقلا یک نفرشون رو از مبین آنها گیرن. خواهش میکنم، چون که من محتاج بودم، محتاج به دستگیری انمی سروتمندان بودم، محتاج به کمک بودم، چون که در اون وقت به دانشگاه ها نتونستم داخل شده. بعد از 2 سال ختم مکتب آموزشگاه بودم. مادرم بیچاره لحظه بود که میخواست که به گدایی رود و سوم جمع کرده مرا داخل کنم.